اگر دردی کند جانم فقط مادر می سوزد به شمعی قلبی سوزانم فقط مادر می سوزد مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا حبیبی دل پریشانم فقط مادر می سوزد مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا حبیبی دل پریشانم فقط مادر می سوزد قسم تا روزی پدرودش در آتش های جانی خش به تو تنها دعا خوانم فقط مادر می سوزد اگر یاری تو اغیار شد اگر ناآمدی کار شد به این ناآمدی ستانم فقط مادر می سوزد اگر یاری تو اغیار شد اگر ناآمدی کار شد به این ناآمدی ستانم فقط مادر می سوزد بکن تو قدری مادرم که او جان است و ارمان است به جانت هم به ارمانت فقط مادر می سوزد برای یک اشک چشمانت جهانی بی طرف ماند به هر یک اشک ریزانت فقط مادر می سوزد برای یک اشک چشمانت جهان بی طرف ماند به هر یک اشک ریزانت فقط مادر می سوزد اگر دردی کند جانت فقط مادر می سوزد به شمعی قلبی سوزانم فقط مادر می سوزد مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا حبیبی دل پریشانم فقط مادر می سوزد مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا حبیبی دل پریشانم فقط مادر می سوزد فقط مادر می سوزد
درود دوستانی عزیز و ارجمند، برنامه فضا است و در برنامه امروزه ما هنرمندان انسامبل شش مقامی ولایت ختلان حضور دارند و امروز افتخار همصحبتی را با هنرمند مردمی تاجیکستان استاد امرالدین کبیری خواهیم داشت و همچنین دو گل دختر جوان که در انسامبل شش مقام ولایت ختلان فعالیت میکنند، پریگل تاجپولادова و نرگس تاجپولادова که هر دو اپا و خواهر هستند. به برنامه امروزه فضا تشریف آوردند و من حضور شما رو خیر مقدم میگویم. به برنامه امروزه خوش آمدید. خب با یک ترانه زیبا برنامه ما آغاز گردید در وصف مادر که پریگل پیشنهادی ما کردن. خب عموما جوان ها در انسامبل شش مقام ولایت ختلان بسیار هستند، چگونه است؟ پیش از همه منتداری خود را به تلویزیون سفینه و علل خصوص برنامه فضا سپاسگزاری میکنم و در هیئت انسامبل شش مقام مدتی 3 سال می شود که هم پریگل هم نرگس اینا چیزی که شما گفتید اپا و خواهرند در همین انسامبل شش مقام فعالیت دارند و تا امروز خیلی ایجادیاتی اینا پیش رفته است. خوشبختانه راهبر این انسامبل شش مقام یکی از کمپوزیتورهای نمایان جمهور شیرعلی قاسم این وظیفه را به عهده دارد و توانسته است شیرعلی قاسم که در گرد و اطراف همین انسامبل همین خیلی جوان دخترها و جوان پسرها و همین خیلی هیئتی بسیار با نفوذ نوازنده های پیش قدمی که در همه چهاربینی های ولایت و جمهوری فعالیت میکنند، اشتراک میکنند، جمع کرده توانسته است و امروز برای این مردم، برای این سرزمین از زیبایی های وطنی بهشت آسایمان برای مردم سرود و ترانه ها میخوانند. و در نزد همین انسامبل شش مقام که راهبر انسامبل شش مقام راهبر موسیقی در پهلوی من حیدبای یوسفوف نشسته است. یک گروهی استاد و شاگرد عمل میکند. چون ژانر مقام خودش قاعده‌اش همین است که باید استاد و شاگردی باشد. یعنی هنر همین گروه انتخاب می‌کنه. استاد و شاگرد امروز خوشبختانه در این انسامبل وجود دارد و راهبر بدیعی این انسامبل عبدالعلیم جان که بسیار سهمی با سزای دارد در این انسامبل، بسیار جای مخصوصی خود دارد در این انسامبل، همراه نوازندگان انمی که جوانان را تربیت میکنن، آهنگ اینا را درست میکنن، شعر برای اینا انتخاب میکنن، طرز خواندن و طرز گفتار اینا را درست میکنن و همین خیلی همه روزه در اصل کار در انسامبل شش مقام جوش زده است. به همین وسیله هنرمندان جوان رشد میکنن، سیقل میبینن، سفته میشوند. بله، باور کنید از روزی که اینا در همین انسامبل فعالیت دارن اینا را دیده دیگر همین دخترکایی که در مکتب‌های عالی همون منطقه تحصیل میکنن در مضافات هستند در پیوسته اینا را تماشا میکنن در نمایشنامه‌های میشه و کنسرت‌هایی که میشه در ولایت. همین میلی همین جوانا خیلی امروز به شش مقام، خصوص به شش مقام خیلی میلی اونو زیاد شدگی است و یعنی میآیند به نزد شما؟ میبیند و همین حیدبای یوسف که این متخصص یگانه متخصصی است در ولایت که شش مقام خوب درک میکنه و علم همین شش مقام آموخته از ادوار با خبر است. توانسته است که به همین جوانا یعنی هم یک گروه جوانان را جلب کردید شما در نزد انسامبل؟ بله جوانان هوسمند را این زیاده از 10-12 نفرن اینا، هم دختران هم پسران که میبیان دایم تمرین میکنن در همون در آزمون‌های شرکت می‌ورزند. بله در آزمون‌های شرکت میکنن. مثلا پریگل پارسال در آزمون همین تاجیکستان وطن عزیز من صاحب جای سوم شد در جمهوری. این خیلی موفقیتی کامل همشون همین سهمی همین نفرای که امروز در اینجا همراه ما سهمی همین هم هست که
همه خیلی دخترک زیبای دهاتی را اینو در مقیاس جمهور معرفی کردن، معروف کردن. بله، تشکر زیاد. بازم سرود می شود از جانب هنرمندان جوانی انسمبل شما؟ باز یک سرود دیگر نرگس اجرا میکنه. بگذار نرگس خانم این سرود اجرا کند. نرگس خان مرحمت، نوبت شما. پدر دانو دستی پدرگیر، مولی پدر مگیر دعای پدرگیر، قدری پدر دانو دستی پدرگیر. یک بردیدنی روی پدر زار، یک دائم پدر را میکند خوار. من از این کاری قسمت در عجیب است، خدایا این چه سیر از تو چه اسرار. من از این کاری قسمت در عجیب است، خدایا این چه سیر از تو چه اسرار. مولی پدر مگیر دعای پدر گیر، قدری پدر دانو دستی پدر گیر. مولی پدر مگیر دعای پدر گیر، قدری پدر دانو دستی پدر گیر. پدر دانو دستی پدر گیر، مولی پدر مگیر دعای پدر گیر، قدری پدر دانو دستی پدر گیر، قدری پدر دانو دستی پدر گیر، قدری پدر دانو دستی پدر گیر. آفرین نرگس، سلامت باشید. شما چگونه به انسمبل راه یافتید و چگونه شد که هر دو به یک انسمبل بروید و هر دو آوازخوان بشوید؟ از خردی من به همین ژانر عنعنوی بسیار ذوق داشتم و خواهرم نیست، نرگس هم نیست، زیاد دوست می داشت و
استاد شیرعلی قاسم ما رو برای کار و فعالیت کردن ما به انسامبل شش مقام دعوت کردن. ما تا حال مکتب میانه میخوندم. مکتب موسیقی نخوندید؟ نه. هر دو. چند سال دارید شما؟ 21. 21 سال. نرگس چند سال داره؟ 17. چگونه بود محیط خانواده شما؟ چگونه در خانه‌تون سرود می‌خوانید؟ پدر و مادرتون زید نبودن؟ چگونه بود؟ وقتی که ما خرد بودیم مادرم بسیار سرود می‌خواندن در معرکه‌های بین زن‌ها. بله. اما خیلی ما و همین سرودخوانی ذوق داشتیم و با پدرم میگفتن که کس میخواید همین ساحه رو پیش بگیرید؟ بله. پدرتون چی میگفتن؟ اگر از عهده‌اش برین مرحمت. آفرین، سلامت باشین. آفرین. خب ما دیدیم که مثلا در ژانر خلقی و کلاسیکی سرود میخونند. برای اینها سرودهای مقام نیز آموزنده میشود؟ بله. هر دو اینا بسیار فعالند. بسیار فعالند و بسیار نمی هر سپارشی که از طرف نمی رهبری داده میشه و خیلی جوان پیوستند. بله بله. به انسان. بعد وقتی که یکم مراتب اومدن اینا از شش مقام با او درجه‌ای که لازم است با او درجه اینا نمیتونستن سواری. بله طبیعی است که باید انا هر روزه تمرین، هر روزه مشق، هر روزه با همین هیئت همین نوازندگان علاوه خصوص همین عبدالعلیم و حیدبای اینا رو بسیار پخته کرد ها. همه روزه بعد حالی در بین این نوازندگان اینجا با حافظان شش مقام خان هست البته هست و اونا را که میدیدن شش مقام خانی اونا را اینا ذوقشون با بلندتر میشه و کوشش میکردن همه وقتی همین چیزهای مقامی را بسیار مقام خوب میخونن اینا ها. واقعا از مثلا از سن سالی خردی جوانی اینقدر با انسامبل پیوستن و با هنرمندان حرفه‌ای کار میکنن و همچنین خب با ژانر کلاسیکی ما رو آوردن. واقعا باعث افتخار است که جوانان دیگر میل میکنن. اگر اینا را دیده با دیگرها پیوسته ایستادن. بهترین میشه. خب پریگل برای ما سرود میخونید بازم؟ یک سرود شش مقام میخونم. چی شش مقام؟ عالی میشود. ای چهره زیبای تو رشکی بتانی آزری ای چهره زیبای تو رشکی بتانی آزری هرچند وصفت میکنم لیکن از آن بالاتری هرچند وصفت میکنم لیکن از آن بالاتری تو از پری چابکتری از برگ گل نازکتری و سرچی گویم بهتری حقا عجایب دلبری و سرچی گویم بهتری حقا عجایب دلبری تو من شدی من تو شدم من تن شدم تو جان شدی تو من شدی من تو شدم من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری
سوی غریبان بینگری شاید که از بحری خدا سوی غریبان بینگری آرامی جانی من شما من که متخصصی موسیقی نیستم ولی تا اونجایی که موسیقی رو درک میکنم حس میکنم فکر میکنم اشتباه نکردن در خواندن. بله. بسیار کشش‌های زیبا بود. چقدر از همون مثلا گزارش‌هایی که در موسیقی هست سرود هست چگونه خوب اجرا کردن. با علل خصوص در موسیقی شش مقام که خاصه نفری که مثلا مکتب موسیقی مقام رو نگذاشتگی است. همه من از روی از اساس تمرین ها از روی علمی تمرین ها هست. واقعا ببینید که هر یک سطر یک اجرای خاص دارد. اگر همون کمی مثلا صدا پست و بلند شود الکی موسیقی ویران می شود و در سطح عالی به همون نقطه کلمیناسیونی رساند. علی زنده باشی. همین گونه آموزش می شود. اما مثلا بیشتری وقت کاری مطربان پسی پرده میمونه. ولی چقدر زحمت میکشن. خاصه مثلا شما از زحمت های آنها گفتید که برای آماده کردن جوانان برای جوانان رو برای درستی موسیقی راهنمایی کردن چقدر کارها میکنن. مثلا یک نهال به ویا رساندن چقدر تربیت چقدر گرد اطراف وی گشتن در کار چقدر آمادگی دیدن در کار برای اینکه یک نهالی که میشینانی در مدت 1 سال 2 سال 3 سال اون به بار میبیه بعد حاصل میتیه. همین هم همون خیلی هست. این یک باره به این درجه به این سطح رسیدن این در مدت 1 سال 2 سال علاقه 3 سال است. 3 سال بله 3 سال میشد که در انمی انسامبل شش مقام همه رو تمرین دارن. این جرأت هست فکر میکنم. بله اینا ذوق انا ذوق همون مقام در دل و دیده اینا جا شدگی است. تشکر زیاد با کلی مطربان با شما با این دو خانم جوان که امروز در برنامه ما شرکت ورزیدند و بخن ترانه‌های دلنشین اجرا کردند و ما لذت بردیم. سپاس میگم که حضور آوردید و برنامه ما به شهر دوشنبه آمدید و مطمئنیم که همین گونه آمدن ها بازم بیشتر میشه و بازم بیشتر اطراف پهلوهای مختلفی هنر صحبت خواهیم کرد. سپاس با شما. تشکر زیاد. من فکر میکنم در انتهای برنامه نرگس خان برای ما بازم یک ترانه شش مقام اجرا میکنند و دوستان عزیز همینجا ما به انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. یادآور میشیم که هنرمندان انسامبل شش مقام ولایتی ختلان به برنامه ما تشریف آوردند و بازم یک ترانه دیگر می شود. با همین با شما خیر میگویم. خالیست که بر رخساری جانان من است. خالیست که بر رخساری جانان من است. خنجری مژگانی و پیوسته بر جان من است. خنجری مژگانی و پیوسته بر جان من است. ناز و خواب بین خورده می گفت ای که دل بردار از او من بفرما نی دلم کی دل بفرمانی من است. من بفرمانی دلم کی دل بفرمانی من است.
گفتم نازک بدن عاشق مکش کم ناز کن گفت عاشق میکشم چند روز دوران من است گفتم شیرین سخن برگرداند پاریسیان گفت که ما رسان در دل پریشانی من است احمدی جامیز عشقش سوختم مانند احمدی جامیز عشقش سوختم مانند گفت که ای شمع افسانه است این موی تابانی من است گفت که ای شمع افسانه است این موی تابانی من است